بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از علما میگه عبدالله ابن ابی ابن سلول که بود بچه از این مسلمان شده بود. میگه آمد بچه ابی رئیس منافقه پیش رسول الله صلی الله علیه و آله. گفت که پدر من جان کندن است، بیا به رسول الله صلی الله علیه و آله همینجا بالای سرش جنازه شه بخوان. میگه رسول الله صلی الله علیه و آله امرایش فانطلق معه حتی شد. میگه رسول الله صلی الله علیه و آله رفتم سر قبر و البسه و قمیص و چپن خودم برش داد و صلی علیه سرازی نمازم خواند رسول الله صلی الله علیه و آله. فقیل له اتصلی علیه، بر رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن که رسول الله صلی الله علیه و آله سر از این جنازه خواندی؟ گفت الله متعال گفت که مغفرت قبول نمیکنه. درباره نماز چیز نامدن. الله متعال میگه گفته که چیزه باز پسان دیگه حکم دیگه ایش باز پسان میاد دیگه آیات که حتی جنازه منافقه هم خوانده نمیتونیم. آل می موضوع دیگه سر مسئله چی می سر منافقا که منافقا وقتی که از صف جهاد نرفتن با بسیار شال میباشن. چی میگه؟ فرح المخلفون، بسیار خوشحالی میکنن کسانی که چی کردن؟ اختلاف کردن، یعنی در عقب ماندن، باقی ماندگان. مخلف کسی را میگه که باقی مانده. از چی باقی مانده بودن؟ از جهاد. به مقعدهم بنشستنشان خلاف رسول الله، بر خلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه رفتن به همراه دیگه صحابه. این کسایی که منافقا مانده بودن یا قرار خوشحال بودن و کریه و اینا چی کردن؟ و این خوش نداشتن ان یجاهدوا که جهاد بکنن به اموالهم با مالهای خود. اینا خوشحال بودن که چی کنن؟ به اموالهم با مالهایشان و انفسهم با نفسهایشان فی سبیل الله در راه الله. نمیخواستن که با مال خود و با نفس خود در راه الله جهاد بکنن. و قالوا لا تنفروا، و گفتن هیچ حرکت نکنین به جهاد. هیچ گفتن دگارا گفتن نکنین حرکت. بر مردم بازی هم میخواستن دگارا ما تو چی میکردن؟ لا تنفروا فی الحر، باز برشان میگفت که شما چی نکنین؟ حرارت بسیار زیاد است. در حرارت، در گرمی، در درجه بلند حرارت شما میری که پیغمبر میخواین که جهاد بکنین. قل نار جهنم، بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم این 40 درجه و 20 درجه و 30 درجه حرارت خود چیز نیست، 50 هم چیز نیست. آتش دوزخ که چندین هزار درجه حرارت داره، او بسیار خطرناک است. قل بگو برشان نار و جهنم، آتش دوزخ اشد و حر، بسیار شدید از حرارتش، گرمیش. لو کانوا یفقهون، اگر اینا کاش که فقیه می بودن، عالم می بودن، قرآن می فهمیدن، سنت می فهمیدن. الله متعال میگه فلیضحکوا قلیلا، پس اینا خنده بکنن کم، ولیبکوا، باز بسیار گریه بکنن، کثیرا زیاد. ان شاء الله باز در دوزخ دیگه باز ببینی گریانایشان. حتی شهیق گفته شده، میگه تو چیغ میزنن مثل صدای مرکب. جزاء بما كانوا یکسبون، این جزایشان از به سبب آنچه که اینا کسب کرده بودن. فإن رجعك الله، پس اگر رجعت داد بازگردانید تو را الله متعال طائفة منهم، با یک طایفه از ایشان، به سوی یک طایفه از ایشان. فاستأذنوا، که باز اینا اذن خواستن، باز همین منافق آمدن که این رسول الله بر ما هم اجازه بده للخروج، برای خارج شدن برای جهاد فی سبیل الله. اینجا کلمه خروج برای چی استعمال شده؟ که بریم خروج کنیم. با چی خروج کنیم؟ با خروج فی سبیل الله، در جهاد اینا خواستن که خروج بکنن. فقل لن تخرجوا، برشان بگو که هیچ شما کتما خروج کرده نمیتونین. چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و کجا خروج میکرد؟ به جهاد میرفت. آل این منافقا دیگه عالمیان که بر ما اجازه بدیم ما خودمی کت از اینا اشتراک کنیم. الله برش گفت که وقتی که شناختی که اینا منافق هستن برشان بگو ابدا شما منافقا کتما رفتن نمیتونین. لن تخرجوا، هرگز بیرون نمیشوید معی امرای من، ابدا هرگز. ولن تقاتل، و هیچ وقت شما قتال مسلحانه و جهاد کرده نمیتونید معی امرای من. عدوا، دشمنه. انکم رضیتم، شما کدام مردم هستین؟ شما کسایی هستین که راضی هستین بالقعود، به نشستن در خانه هایتان، به حساب کردن پیسه هایتان، به ساختن بلند منزل هایتان. اول مرده، از اول مرتبه شما به این چیزا خوشحال بودین. فقعدوا مع الخالفین، بشینین که تونم کسایی دیگه خالف هستن با که در خلف ماندن. در خلف کی ماندن؟ میگه برین بشین. اونجا زیادتر میگم زنای اتوداس رسول الله بسیاری وقتا خانم ها هم به جهاد میرفتن، مثلا کمک های اولیه، کمک های صحی و طبی و گپار در معرکه میکردن. یگان زنای بیوی ضعیف و عاجز ایره باز خالف میگفتن، یعنی کسی یا اشتکای خورده دست شکسته و پای شکسته، یا آدمای دیوانه و بی عقل که سر از اونها هیچ حکمی نبود. برین که مردمایی که شش چک از ما شما بشین.
آل آمد به رسول الله صلی الله علیه و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سر منافق نماز بخونن، بازی دیگه چی گفت؟ ولا تصلی علی احد منهم، بیخی قطع شد که حتی جنازه منافق هم نخوانی. تو میفهمی منافق است، باز میری به منافقت جنازهش به خاطر 4 پا پیسه میخوانی. بعضی کساس نه باشه خوب پیسه میده، میفهمی که بسیار بیدین انسان است، باز میره باشه می جنازه ازی. ولا تصلی، و الله متعال میگه ولا تصلی، ولا تصلی، و نماز جنازه نخوان علی احد منهم، بالای هیچ یک از ایشان که مات بمیرد، ابدا اشکو، ابدا این کار نکنی. ولا تقم علی قبره، سر قبرش هم که در سر قبرش استاد شوی، سر قبرش هم هیچ استاد نشو، هیچ دسر قبرش نرو. آدم مسلمان خو مکلفیت داره که جنازه مؤمنه بخونه، سر قبر انسان مسلمان بره که یک قیرات در جنازه خواندنش به اندازه قیرات مگر کوه احد است. اگر در جنازه یک مسلمان به جنازهش میری، یک قیرات بر تو ثواب میده، با سر قبرش میری تا که دفن شوه. این احادیث درباره کی اومده؟ درباره مؤمنین آمدن. اما از مشرک و کافر و بیدین و منافق الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و میگه لا ولا تصلی، ای پیغمبر وش کن نماز جنازه نخوانی علی احد منهم، بالا یک تن از این منافقان ما تا که بمره ابدا به شکل ابدی و دائمی هیچ کار نکنی، و اصحابشان و مسلمان ها و امتشان هم این کار بکنن. ولا تقم علی قبری، و سر قبر منافق هم استاد نشو به خاطر تعزیتش، انهم کفروا، یقینا که اینا کافر شدن، بالله به الله متعال و رسوله و رسولش، و ماتوا و هم فاسقون، و مردن در حالی که اینا فاسق بودن. چی بودن؟ یعنی اینا از طاعت الله خارج بودن، از شریعت الله خارج بودن، از عقیده اسلامی خارج شده بودن. ولا تعجب، که فکرتان باشه که منافقا بعضی اوقات خوب پیسه پیدا میکنن. چرا؟ یا تمام روز اوش و فکرشان در چی است؟ در پیسه هست. ولا تعجب، که و تو را در اعجاب یا در تعجب یا در خوشی نیندازد چی؟ اموالهم، یعنی خوشت نمیاد مالهایشان تو را در اعجاب و تعجب نپرته. و اولادهم، یا اولادهایشان که نام مال می داشته باشن، اولاد می داشته باشن. چرا این خوش نکنیم؟ مال ولد بد چیز است. میگه الله متعال میگه برای منافقین امین مال ولد خودش غم است. انما یقینا که یرید الله، میخواهد الله متعال ای یعذبهم، که عذاب بکنه بها، توسط همین مال، توسط همین اولاد، اینها را فی دنیا، در دنیا ببینید اقبا تکلیف هستن، تمام روز میترسن. و تزحق انفسهم، و بیرون بیاورد، و تزحق و بیرون شود، انفسهم نفسهای از اینا، و هم در حالی که ایشان کافرون کافر هستند. و اذا انزلت سوره، و وقتی که نازل شود سوره، یک سوره، ان آمنو، و حکم از سوره ای باشه که ایمان بیاورین بالله، به الله، و جاهدوا، و جهاد بکنید، مع رسوله، به همراه رسول الله صلی الله علیه و در صفش. استأذنک، اجازه میخواهند، اولو الطول، امین مردمایی که طول زیاد در دنیا دارن، یعنی بسیار به دنیا نگرانی دارن، زیاد هم پولدار هستن، زیاد مالدار هستن، زیاد دیگه عمر زیاد هم میخواین، اولو طول هستن، یعنی زیاد میخواین طویل العمر باشن. عرب هم یگان ترک باز خطاب میگن، باز میگه یا طویل العمر، ای عمر دراز. این خوب، یعنی که الله عمر دراز بده. بازی که عالمی طویل العمرای از اینا که زیاد عمر دراز میخوان، نمیخوان که شهید شون، نمیخوان که از دنیا برن، نمیخوان که مالشان کم شون. اینا چی میگن؟ استعذن، که طلب اجازه میکنن، اولو طاول، همین مردمایی که بسیار خواهشات طویل دارن، منهم از ایشان. و قالوا، و میگن ذرنا، بگذار ما را، نکن مع القائلین، که ما هم به همراه کسایی که شش تا ما هم قرار بریم اینجا بشینیم زیرا که صندلی خود پالی بخاریگه خود قرار بشینیم. رضو، الله میگه این منافقا که هستن، این صفتشان است که یا راضی هستن به ان یکونو، که باشن به همراه کی؟ مع الخوالف. خوالف همی چی میگن؟ خوالف همون خانم های بیوه و ضعیف و عاجز و بیچاره و تفلک های ناتوان. خوالف همون زن های ناتوانه که اونا دیگه هیچ حرکت نداشتن، اینه به همراه از اینا خانم های بیوه بیتوان که اینا قرار دموجه میشیشتن، در جهاد رفتن نمیتونستن. میگه ما میریم قرار کتونمو زنا میشینیم. و طبع علی قلوبهم، الله متعال میگه و مهر زده میشد علی قلوبهم، بر قلبهایشان مهر زده شده هست، در قلبهایشان طبع، مهر کرده شده هست، علی بر قلوبهم، قلبهایشان، فهم لا یفقهون، پس اونا هیچ وقت اونمو حق دین قرآن سنت درک نمیکنن، عقیده درست درک نمیکنن، منفعت ما در چی صورت درک نمیکنن. لکن الرسول والذین آمنوا معه، لکن الرسول، رسول الله صلی الله علیه و سلم، والذین، و کسانی که آمنوا، ایمان آوردن، معه، به امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم،
اینمی کسانی که چی کردن خود رسول الله صلی الله علیه و کسانی که همراه او ایمان آمنو معه جاهدوا، اینا چی صفت دارن؟ اونا جهاد کردن چی؟ با به اموالهم، مالهای خود در راه الله مصرف کردن، و انفسهم، و نفسهای خود جهاد کردن. و اولئک لهم الخیرات، و الله متعال میگه و اولئک، و همین گروه مردم که هستن، یعنی کسایی که همراه رسول الله صلی الله علیه و با مال و نفس خود جهاد کردن، برشان چی است؟ خیرات است. خیرات در قرآن چی نمیگه؟ نیکی ها بر از اینا در روز آخرت داده میشه. و اولئک هم المفلحون، اینمی مردما کامیابای حقیقی هستند. اعد الله لهم، اعد آماده نموده هست الله متعال لهم برای اینمی مجاهدین فی سبیل الله به اموال و انفسشان. چی را آماده کرد الله متعال؟ جنات، باغهایی را که تجری جاری می باشد من تحتها، از زیر امی جویبارها، از زیر از امی درختهای و قصرهای جنت، الانهار و جویبارها، خالدین فیها، همیشه در اینجا می باشد. ذالک، و مسلمان ها اینمی کار که است، الفوز العظیم، کامیابی بزرگ است. و جاء المعذرون من الاعراب، یک تعداد منافقای دیگه یا دیگه چی میکنن؟ یا دیگه معذرون چرا میگن؟ کسایی که معذرت طلب هستن. معذرون چی هستن؟ که همیشه عادت دارن که ما معذرت میخوایم، بهانه میسازن، میره معذرون میگن که معذرت پیش میکنن و بهانه پیش میکنن. من الاعراب، از عرب های کوچی، لیؤذن، تا که بر از اینا چی داده شده؟ لیؤذن، تا که برشان اجازه داده شد، لهم، برایشان. و قعد الذین، و نشستن کسانی که کذبوا الله، چی کردن؟ و کسایی نشستن، یکی معذرون من و دیگه کسایی نشستن در حالی که نشست. کدام مردم ها ششتن؟ الذین، کسانی که کذبوا الله و رسوله، اونا چی میکردن؟ دروغ گفتن به الله و رسولش. یعنی معذرون و کسایی که ششته بودن یا بهانه های دروغی به الله و رسولش میکردن. سیصیب الذین کفروا، زود است که سبب الذین، به کسانی که کفروا و کافر شدن، منهم، از ایشان، عذاب علیم، عذاب بسیار دردناک. آل حکم دیگر بیان میکنه که کسایی که معاف هستن کدام مردم هستن؟ لیس علی الضعفاء، نیست جرم علی الضعفاء بر انسانهای ضعیف، ولا علی المرضى، و بالای کسایی که مریض هستن، ولا علی الذین، و نیست بالای کسانی که لا یجدون، نمیافن، ما ينفقون، آنچه که چیز را نفقه بکنن، حرج و سختی، اذا نسخوا، در صورتی که امی ضعیفا هم بیکار نشینن، مریضا هم بیکار نشینن، و کسایی که چیز نمیافن، باز اگر اینا در جهاد اشتراک کردن نتانستن، به خاطر ضعفی که دارن، به خاطر مریضی که دارن، به خاطر از اینکه امکانات ندارن، در صورت سر از حرج نیست که نصحوا لله و رسوله، که اینا نصیحت بکنن، دعوت بکنن به الله و رسولش، دیگرها را مثلا دعوت بکنن به طرف قرآن و سنت. ما علی المحسنین من سبیل، نیست بالای محسنان، انسانهای نیک، من سبیل، کدام راه. والله، و الله متعال، غفور، بسیار مغفرت کننده است، و رحیم، و بسیار مهربان است. الله متعال غفور و رحیم نیست. ولا علی الذین اذا ما اتوک، و همچنان پروا نیست، جزا نیست، این عذاب ها نیست. برای کی؟ برای او گروه نیست که همین کسایی که مستثنا هستند. ولا علی الذین، و نه بالای کسانی که اذا ما اتوک، وقتی که میآیند پیش تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لتحملهم، تا که اونا را حمل بکنی. چی معنی؟ یعنی برایشان چی بیتی؟ برای از اونا اسلحه بیتی، برای از اونا اسب بیتی، برای از اونا امکانات بیتی تا که جهاد بری، تا در جهاد برن. یک تعداد میآمدن، غریب بودن، فقیر بودن، خودشان اسب نداشتن، امکانات نداشتن، سلاح نداشتن، میآمدن که رسول الله صلی الله علیه و ما غریب هستیم، میخوایم اشتراک کنیم، لکن بیتی برای ما سلاح بیتی برای ما مثلا این چیزا اگه باشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان میگفت که باز رسول الله صلی الله علیه و والله پشمخو نیست چیزی که براتون بتون. باز اینا گیرانهایشان سر میکردن که الله کاش که ما میداشتیم، یعنی صادق با امرای الله هستن. اینیا باز گریه میکنن. چرا؟ به خاطر از اینکه رفتن نتانستن. الله متعال میگه ولا علی الذین، و همچنان باک نیست، حرج نیست، علی الذین، بر کسانی که اذا ما اتوک، وقتی که آمدن پیش تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لتحملهم، تا که اینا را چی کنی؟ صلاح و امکانات و مواد و چیزای ضرورت های جنگی برشان بدی.
قلت تو برش گفتی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، برشان گفتی که لا اجد، من نمیافم ما آنچه که احملکم، شما را حمل بکنم، یعنی برتان من سلام و حماد بتم، علیه بر آن تولى، و باز امی بیچاره به خاطر عدم موجودیت امکانات یارو گشتاندن، و اعینهم، و چشمهایشان تفید من الدم، اموت جاری هست از اشکها، یعنی چشمهایشان پر است از اشک، گریه میکنن، حزن به خاطر جگر خونی، به خاطر نرفتن امرای مسلمانان در این صف. الله یجدو، چرا جگر خون بدن که الله یجد ما ينفقون، که نیافتن چیزی که اونا را نفقه بکنن، مصرف بکنن. انما السبیل، یقینا جزا، و یقینا که راه خطرناک، علی الذین، جزا بر کی هست؟ سبیل، امر راه جزا، راه غضب الله، راهی که الله اونا را در بدر رسوا میکنه. این رسوایی برای کی هست؟ با علی الذین، بر کسایی است که یستأذنونک، از تو اجازه میخواین، و هم اغنیا، در حالی که خوب غنی هستن، امکانات دارن، سلاح خریده میتونن، مهمات خریده میتونن، پول میتونن، وسایل میتونن، همه چیز امکانات دارن، لکن با وجود از قرار اجازه میخواد که مرا اجازه بدیم. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اینا چی هستن؟ یا راضی هستن که باشن به همراه اونمو خانم های بیوی که توانایی ندارن. خوالف کسایی که مثلا امو جهاد کردن نمیتونن، در اموجه ماندن. و طبع الله علی قلوبهم، و مهر نهاد الله متعال بر قلبهایشان. فهم لا یعلمون، اینا هیچ علم ندارن، اینا حق نمیفهمن، قرآن نمیفهمن، عقیده را نمیفهمن، سنت نمیفهمن، از این خاطر چال فریب میکنن، از این خاطر بالای از اینا غضب الله متعال نازل میشه. منافق کسی است که او چالبازی میکنه، فریبکاری میکنه، بهانه جویی میکنه، و برای خود به خاطر دنیا طلبی که داره همیشه این راه ها را برای خود پیدا میکنه، و حتی با الله و رسولش فریبکاری میکنه که الله اونا را رسوا کرد و منافقین بیان کرد. و بعضی کسای دیگه است مسلمان هستن، این را هم نشان میده که بعضی مسلمان ها از پیششان بعضی اشتباهات میشه، احیانا متاثر میشه به یک اندیشه کفری، احیانا خلاف ورزی میکنه، احیانا یک صفت از صفات منافق در وجودش پیدا میشه، لکن به خاطر صفای قلب، ایمان، توحید حقیقی، اینا پس صادقانه برخورد میکنن. بعضی اوقات حتی سرشان سختی ها میاد که ما با شما در این آیات میبینیم که بعضی از صحابه که از جهاد باز مانده بودن و شیشته بودن و سر از اینا بسیار سختی ها میاد، با وجود از این هم اینا چی میکنن؟ تحمل میکنن، و الله متعال باز اونا را میبخشه و براءتشان ثابت میکنه و بیان میکنه که یا اشتباه شده از پیششان، لکن منافق نبودن، قلبشان پاک است، غلطی نمیکردن، لکن از پیش انسان بعضی اوقات اشتباه میشه. دیگه الله متعال امی دو گروه را، هم مسلمان های حقیقی را و هم کسایی که در صف مسلمان ها خود داخل کردن یا منافق هستن، کلشان بیان میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یعتذرون الیکم، اینا عذر پیش میکنن، عذر خواهی میکنن، همین منافقانی که اینا از صف جهاد مانده بودن، از جهاد برآمده بودن. یعتذرون، عذر پیش میکنن، الیکم، به شما ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، اذا هنگامی که رجعتم برگردید از امو سفر جهاد، الیهم، به سوی از اینا برگردین، قل برشان بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، لا تعتذروا، عذر پیش نکنید، لن نؤمن لکم، اینجا ایمان به معنای باور است، یعنی ما بر شما هیچ وقت باور نمیکنیم بر شما. اینجا معنای ایمان لغوی هست، فکرتان باشه یکی ایمان لغوی هست، یکی ایمان اصطلاحی. ایمان در لغت به معنای اعتماد و اطمینان و باور است، یکی ایمان اصطلاحی است که باز ما شما او را باز علما تعریف میکنن که اقرار به زبان، تصدیق به قلب و عمل به ارکان است. اینال اینجا علما میگن که لن نؤمن لکم، الله متعال میگه که برشان بگو که لا تعذروا، عذر پیش نکنین، لن نؤمن لکم، هرگز به اولای شما باور نمیکنیم، اعتماد نمیکنیم، یعنی گپای شما را قبول نمیکنیم. قد نبأنا الله، یقینا که الله متعال خبر داده ما را، من اخبارکم، از خبرهایتان. وقت این آدم را که میامدن الله متعال و رسول الله سم پیش از اینکه به مدینه منوره برسن، وقت اخبار منافقین یک یک الله متعال و رسول الله سم وحی کرد که فلانی کسا منافق هستن. وقتی که اینا چیزو گفتن، قید کو دروازه‌شان بگو هیچ عذر خواهی نکنید، بری بخیر، بریم.
و خبرایتان الله بر ما وحی کردن. و سیر الله عملکم، الله متعال عملتان میبینه و رسولش عمل شما را میبینه. ثم سپس تردون برگشتان میشوین شما الی عالم الغیب و شهاده، به الله متعال که او عالم غیب و شهاده هست. اینجا عالم نیست، عالم است، من اشتباه کردم. الی عالم الغیب، به ذاتی که عالم غیب است، و شهادت و عالم چی است؟ به چیزای آشکارا هست. شما باز پس بر از اونها چی میشین؟ برگشتانده میشوین. فینبئکم، باز الله متعال خبر میداد شما را به ما کنتم تعملون، به آن چیزی که شما چی میکردین؟ عمل میکردین. سیحلفون بالله لکم، زود قسم میخوره الله لکم برای شما، اذا انقلبتم، وقتی که شما بر بگردین به طرف الیهم، به سویشان، یعنی شما از جهاد پس بین به مدینه منوره، لتعرضوا عنهم، تا که گذشت کنین، بخشش کنین، عنهم از ایشان، فاعرضوا عنهم، بازی اعراض دیگه که شما از اینا روی بگردانین، اینجا رویتان از پیشان بگردانین. انهم، یقینا که ایشان رجسون، انسانهای پلید هستند، دارای نیت و هدف ناپاک هستند. انسانی که هدف و نیت غلط داشته باشه، قلب مردار داشته باشه، پیش الله این رجس میگن. و مأواهم جهنم، و جایگاه از اینا جهنم، از دوزخ، از جزاء بما كانوا یکسبون، این جزایشان از به خاطر چی؟ به سبب آن چیزی که خودشان انجام دادن. آل یحلفون لکم، اینا قسم میخورن بر شما، لترضوا، تا راضی شوید، عنهم از ایشان. فان ترضوا عنهم، اگر ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا شما را فریب بدن، چون شما عالم الغیب نیستین، با قسم های دروغ و بانه ها شما را راضی بسازن و شما راضی شوین از ایشان. فان ترضوا عنهم، اگر شما رسول الله صلی الله علیه و سلم یا شما ای صحابه کرام اگر شما راضی شوین از اونها، فان الله، پس یقینا که الله متعال، لا یرضى عن القوم الفاسقین، هرگز راضی نمیشه از قوم فاسق. شما را بازی دادن میتونه، چون رسول الله هم علم غیب نداشت، یک نفر قسم میخورد بانه پیش میکرد، رسول الله هم سایز دیگه گفت اگر اونا این کارا بکنن الله از پیشان راضی نمیشه. آل یک طایفه از مردمای چی هستن؟ یک طایفه مردم هستن، یکی عرب است، یکی اعراب. فرق است بینشان. اعراب عرب های بادیه نشین میگن، یعنی عرب های کوچی را اعراب میگن، و عرب باز کل از اینا شامل میشه، عرب های متمدن و غیر متمدن کلشان عرب میگفتن. اما اعراب که میگه باز اون مردم های بادیه نشین ها یا را میگفتن الاعراب، و امی عرب های صحرانشین یا کوچی ها که هستند، سکان بادیه هستند، یا چه قسم هستند؟ یا میگه اشد و کفر و نفاق، یا در کفر خود و در منافقت خود بسیار سخت هستند. شما امیالم سعی کنید این مردمایی که بسیار امت بادیه نشین هستند، اینا در اینمی رواج ها بسیار سخت هستند، در بیدینی بسیار سخت هستند، در حقوق زن بسیار سختی میکنن، در مسئله امی بیوه و گپا بسیار تندی میکنن. الله متعال میگه بسیار بیدین مردم هستند. الاعراب، و اینی بادیه نشینا، اشد و کفر و نفاق، عرب های بادیه نشین بسیار شدید هستند در کفر خود، در منافقت خود، و اجدر و سزاوارتر هستند. الله یعلم، به ای که ندانن حدود ما انزل الله، حدود ما انزل الله رو نمیفهمن. به خاطر چی؟ به خاطر یا تمام روز اینمی قوم و قوم پرستی و جرگای قومی و رواجای قومی و اینمی گپا مبتلا هستند. بسیار وقت که برشان بگی برشان این مثلا الله این قسم میگه، رسولش این قسم میگه نه 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 نه، اینجا ما چی میکنیم؟ میگه اینجا ما رواج قوم خودم میکنیم، اینجا جرگه میکنیم، جرگه ماران داریم، و جرگه مار باز می فیصله میکنه. عالما اینجا حق نداره گپ بزنه. بازو میگه که قتل کردی سه تا دختر بته، مثلا بیوی تا وش کنه، مانی که کسب بگیره، بیوا باید برای اشتک خرد بشینه یا برای کتون بابا کریش سفید ازدواج کنه. این کل چی است؟ اینمی اعراب هستن، میگه بسیار شدید هستن در کفر و در نفاق خود، و یا هیچ حدود الله را مراعات نمیکنن. حدود الله اندازه یا حدودی که تعیین کرده، ما انزل الله، آنچه که الله نازل کرده، علی رسوله، بر رسولش. والله، و الله متعال علیم، بسیار عالم است، حکیم، بسیار با حکمت است. اینجا میگه که خب عالیه عرب ها چرا اینقدر سخت هستن و خرابی داره و چرا اینقدر شدید الله بر از اینا گفته؟ میگه اینا یک صفت بسیار خطرناک دارن، یا فرصت طلب هستن. و من الاعراب، و بعض از این عرب هایی که بسیار سخت هستند در کفر خود و بیدینی خود، من کسانی هستند که یتخذون، میگیرند فکر میکنند، ما آنچه را که ينفقون، نفقه میکنند در راه الله، مغرما، تاوان. این بازیا کس اگه برشون بگی یک 4 نفر مجاهد آمد پیش یک لقمه نان خورد، باز میگه اوه این نان که برای زنا دادی خود تاوان است، چطور مصرف میکنی؟ یک لقمه وش که برای زنا ندی. و یتربص، و انتظار میکشن، بکن بر شما الدوائر، حالات سخته. یا دیگه همیشه منتظر از هستند که این مسلمان ها دیگه سرشان یک حالات سخت بین یا هلاک شوند، نابود شوند. علیهم دائره السوء، الله متعال میگه که اینمی عذاب سخته
که تمنا میکنن برای مسلمان، الله متعال همین سختی ها را سر خودشان میارن. والله سمیع علیم، الله متعال بسیار شنواز بسیار عالم است. آل کل از اینا متکافر هستن. الله متعال میگه نه، در بین از اینا که است ایماندارا و بعضی از بادیانشینای خوب هم پیدا میشن. و من الاعراب، و بعضی از صحرانشینان کسایی هستن، من کسانی هستن یؤمنو که ایمان دارن بالله، به الله متعال، والیوم الاخر، و ایمان دارن به روز آخرت، و یتخذ، و میگیرن عقیده میکنن ما آنچه را که ينفقون، ما نفقه میکنن، قربات عند الله، اگر یک چیز را مصرف میکنن در راه دین الله میگیرن ما به خاطر ازی کردیم که به الله ما را امین نفقه ها نزدیک میسازن. عند الله، و صلوات الرسول، و درودها و دعاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اینا خوش دارن و میگن که اگر بر ما دعا بکنه حتما بر ما منفعت میرسونه. الا آگاه باشید انها یقین همین مصرفشان که به خاطر مجاهدین میکنن قربت و نیکی هست لهم برایشان. سیدخلهم الله، زود داخل میکند الله متعال اینا را فی رحمتی، در رحمتش. ان الله، یقینا که الله متعال غفور، بسیار مغفرت کننده گناهان است، رحیم، بسیار مهربان هست بالای اینمی کسانی که اموت فکر و عقیده دارن. عالم فضیلت حق گفتم میتونه بسیاری کسا را که اگر یک کلمه گفت بزنی وقت دندانای تا برات میده میکنن. تو چطور در کتابت نام مری قسمی نوشته کردی یا نام کاکای یا نام بچه کاکای مرا تو گفتی؟ تو از ترس. اینال از این خاطر الله میگه که در قسمت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روایات دروغی که یهود نوشته کردن، نصارا نوشته کردن، مستشرقین نوشته کردن، دشمنای اسلام نوشته کردن، به این بازی نخورین. وقتی که در مورد مهاجرین انصار صحبت میکنی، در مورد ابوبکر و عمر و عثمان و مثلا علی و مثلا حسن و حسین یا که چی میکنی، در پشت افراط و تفریطی که دشمنای اسلام در حق از اینا کردن پشت ازی نگردین. بعضی کسا بسیار افراط کردن در قسمتش، بعضی کسا بسیار تفریط کردن، خواستن که مسلمانان را متزلزل بسازن. شما عقیدتان از کجا بگیرین در مورد از اینا؟ از آیات قرآن عظیمشان. بهترین شاهد کی است؟ الله. آل سر مهاجرین انصار، سر ابوبکر، عمر، عثمان، علی، سر از اینا کی شهادت میتن؟ مهاجرین انصار. الله شهادت میتن. چی شهادت میتن؟ یا چه قسم مردم بودن؟ الله متعال میگه والسابقون، و کسانی که چی بودن؟ سبقت کنندگان بودن یا پیشگامان بودن یا در اول پیشی کرده بودن در ایمان و در تقوا. من المهاجرین و السابقون الاولون، او کسایی که اول بودن، اول در روزای اول به رسول الله صلی الله علیه و ایمان آوردن، و او انصاریایی که پیش از اینکه مکه فتح شد و اینا آمدن مسلمان شدن و مسلمان‌ها را چی کردن از انصار که بودن. و السابقون، و کسایی که بسیار سبقت کردن، پیشدستی کردن، الاولون، اولین اشخاص بودن، پیشگاما بودن، از جمله کی؟ من المهاجرین، از مهاجرینی که در مکه مکرمه مسلمان شدن، باز هجرت کردن به مدینه. انصار، و مردم اوس و خزرجی که در مدینه بودن اینا به نام انصار بودن که اینا چی کردن؟ والذین تبعوهم، و کسانی که باز متابعت از اینا میکنن به احسان. سه صفت سه کسی که مهاجرین، انصار و کسی که پیروی در منهج کی هستن؟ منهج همین مهاجرین انصار سلف گفته میشن. چی گفته میشن؟ سابقون یا سلف گفته میشه. که سلف پیشینا را میگن، خلف پشت سر را میگن. و کسانی که مطابقت از همین سلف میکنن که اونا کی هستن؟ مهاجرین انصار هستن. الله متعال نامشون در قرآن گرفته. و سعی خوب دقیق همین آیت قرآن بخواین. و السابقون الاولون، و کسانی که سبقت کردن، اول مسلمان شدن، در نخستین روزها مسلمان بودن. کدام مردم بودن؟ مهاجرین بودن. والانصار، و کسایی که انصاری بودن. والذین تبعوهم، و کسانی که اینا را متابعت کردن، اونا را تابعین هم میگن و پیروان سلف صالح میگن، یعنی پیروان به منهج و اسلوب مهاجرین و انصار زندگی میکنن، پیرو قرآن و سنت هستند. الله متعال میگه والذین، کسانی که تبعوهم، از اینا متابعت کردن، پیروی کردن به احسان، به نیکی ها. رضی الله عنهم، الله متعال از اینا چی هست؟ اول جایزه الله چی هست؟ الله از اینا راضی هست. رضی الله عنهم. الله میگه من از صحابه، من از تابعین راضی هستم. تو چی احمق هستی که میخیزن مقابل از اینا گپ میزنی؟ یا یک کافر میخیزه گپ میزنه، یا یک یهودی کتاب نوشته کرده، یا یک نصرانی کتاب نوشته کرده، یا یک مستشرق کتاب نوشته کرده، یا یک دشمن از اینا یک کتاب نوشته کرده. تو شاهد کی نمیگیری؟ شهادت الله را قبول داری یا شهادت از اینا را؟ الله متعال میگه اگه مسلمان هستی، با آیات قرآن ایمان داری، یقین داشته باش که اینا خوب مردم بودن. رضی الله عنهم، الله از اینا راضی شد. الله از ابوبکر راضی شد، الله از عمر راضی شد، الله از عثمان راضی هست، الله از علی راضی هست، الله از مهاجرین راضی هست، الله از انصار راضی هست.
الله از او کسانی که مطابقت از اینا را میکنن، در خط از اینا در حرکت هستن، الله از پیش از اینا راضی است. و رضوا عنه، الله متعال میگه دیگه چی هست اینا؟ یا باز از الله راضی میباشه. از الله کی راضی است؟ کسی که کلام الله را یقین داره. بگن اینا قرآن و سنت پیرو هستن، اینا هم از الله راضی هستن. خب اینا چی میشن؟ و اعد لهم جنات، الله متعال بینمی ابوبکر بینمی عمر جنت آماده کرده. این آیت قرآن است، بخوانین عمل بکن. الله متعال به ابوبکر جنت وعده کرده، برای عمر جنت وعده کرده، برای عثمان، برای علی، برای مهاجرین، برای انصار، برای سمیه، برای یاسر، برای عمار، برای دیگه مسلمان هایی که بودن کلشان. و اعد لهم جنات، الله میگه ما برشان آماده کردیم جنتی را. سیکو اعد آماده کرده است. فهمیدی یعنی؟ الله میگه آماده هست برشان جنات. تو احمق امیر قبول نمیکنی، باز میگه من پیرو قرآن هستم. آماده کرده بر از اینا جنات، باغهایی را که تجری تحتها جاری میباشد، در زیر ازی الانهار و چی؟ جویبارها. خالدین فیها، اینمی مهاجرین و انصار و کسانی که مطابقت از اینا میکنن، در خط مشی از اینا را حرکت میکنن. و چه قسم قرآن و سنت میفهمیدن؟ اما قسم که صحابه میفهمیدن مهاجرین انصار، امی قسم میخواه که کار بکنن. اینا لگه چی میشن؟ الله متعال میگه باز اینا خالدین فیها، همیشه میباشن در اینمی جنت ابدا بر دائمی. ذلک الفوز العظیم، الله متعال میگه کامیابی میخواین، کامیابی بزرگ اینمی هست. و من حولکم، آل باز الله متعال بیان میکنه منافقت بادیانشینا را. من حولکم، و کسانی که در ما حول شما، در اطراف شما هستند، من الاعراب، از اعراب بادیانشین صحرانشین، منافقون منافقا هستند، و همشان و من اهل المدینه، و در بین اهل مدینه هم منافقای هستند که مردو، اینا چی میکنن؟ مردو یعنی اصرار میکنن، رد و بدل میشن، همیشه اصرار میکنن چی؟ عالن نفاقی بر منافقت. لا تعلمه رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو عالم غیب نیستی، غیب نمیفهمی، تو نمیشناسی اینا را. الله متعال میگه ما عالم الغیب هستم، نحن نعلمهم، ما او را میشناسیم. و ما و شما گفتیم که الله متعال وقتی که توحید و وحدانیت بیان میکنه، ضمیر چی را میره؟ مفرد میره. و در جایی که عظمت خدا بیان میکنه چی میگه؟ ضمیر جمع. اینجا عظمت است. الله متعال میگه که ما با عظمت خود نعلمهم، میشناسیم اینا را. سنعذبهم، زود است که اینا را عذاب میکنه، مرتین، دو مرتبه. حسن بصری رحمه الله میگه عذاب فی الدنیا و عذاب فی القبر، یک عذابشان در دنیا هست و یک عذاب دیگهشان در قبر است. ثم یردون الی عذاب عظیم، باز اینا برگردانده میشن به عذاب بسیار عظیم، بزرگ و خطرناک. آره چی هستن؟ بعضی کسای هستن که خوب مردم هستن، از پیشان اشتباه شده، باز میان به چی؟ اعتراف میکنه به گناه های خود. این یا که اعتراف میکنه یا چی کردن؟ خلط کردن نیکی ها را با زشتی ها. بعضی کساس از پیش هم نیکی ها را میکنن، و آخرون، و بعضی کسای دیگه که منافق نیستن لکن گناهکار هستن. و آخرون، و تعداد دیگری هستن که اونا کدام مردمایی هستن که اعتراف کردن به ذنوبهم، به گناه هایشان. خلطوا عملا صالحا، اونا خلط کردن، گد کردن، میکس کردن چی را؟ عمل صالح خدا با عمل زشت. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگه که ابی لبابه و یک جماعت از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم یا میگن چی کردن؟ یا در غزوه تبوک با رسول الله صلی الله علیه و سلم نرفتن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از غزوه برگشت، اینا رفتن چی کردن؟ میگه ربطوا انفسهم بسواری المسجد، رفتن گفتن ما بسیار اشتباه کردیم، خودشان خدا گرفتن نمی ستونای مسجد خدا شخ بسته کردن، گفتن نه نان میخوریم نه میخوریم تا که الله توبه ما را قبول بکنه. فهمیدن؟ این باز میگه چی کردن؟ میگه خدا چی کردن؟ و حلفوا ان لا یحلهم الا رسول الله، گفتن که هیچ کس ما را نمیتونه که چی کنه؟ باز بکنه. باز همین چی شد؟ تا که رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را نبخشه به وحی الهی. باز میگه و آخرین اعترفوا، باز همین آیت قرآن نازل شد. چی گفت؟ گفت و آخرون و آخرین، از اینا تعداد آخر چی معنی؟ که یک تعداد منافقان بودن، یک تعداد مؤمنین حقیقی بودن و یک تعداد دیگه بودن که اینا مؤمن بودن لکن باز مانده بودن از این غزوه، کار منافقا را کرده بودن. اینا میگه و آخرون، و گروه دیگه اعترفوا، که اینا اعتراف کردن به ذنوبهم، به گناههای خود که والا ما راستی اشتباه کردیم، غلط کردیم، ما نرفتیم. خلطوا عملا صالحا، الله میگه مشکل از چی بود؟ که اعمال صالح را خلط کردن و آخر سیئا، با امرای یک گناه دیگر.
اینجا عمل نیک میکردن و طرف دیگه چی کردن؟ این اشتراک همراه مسلمان ها در اینجا نکردن. عسى الله ان يتوب عليهم. این آیت قرآن نازل شد و گفت که نزدیک است که الله توبه از اینا را قبول بکنه، بپذیره توبه شان. ان الله غفور رحیم. یقینا که الله متعال بسیار مغفرت کننده و بسیار مهربان است. حالا حکم میکنه بعد چی؟ که وظیفه رهبر دولت اسلامی یکی از وظایفش چی است؟ گرفتن زکات است از اغنیا و دادنش بالای چی است؟ دادنش است برای فقرا و مساکین. خود بگی رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو رهبر دولت اسلامی هستی، چی رو بگی؟ من اموالهم، از مالهای عظمی مسلمان هایی که غنی هستند، صدقه بگی، زکات بگی. اینجا منظور از صدقه زکات است. صدقه یک قسم زکات صدقه فرضی هست، یکی صدقه نفلی است، یکی صدقه جاریه است، یکی صدقه موقت است. این حال ما شما باید رو بفهمیم. صدقه فرضی زکات است، صدقه نفلی دیگه همین صدقه هایی که انسان میده این نفلی میگه که سرش فرض و واجب نیست. یکی صدقه دوامدار است و یکی صدقه موقت است. این حال صدقه دوامدار کدام؟ یکی زیر صدقه جاریه میگه. مثلا یک نفر این فرش مسجد خریدن، تا روزی که از استفاده میشه الله بر از اجر نصیب میکنه. یک کسی این میز آورده دینی میجه، تا روزی که از میز، از چوکی، از منبر، میراب، از کتاب، از قرآن، از مدرسه، از پل، از اینیا این صدقه جاریه میگن. استفاده میکنه. باز در مقابل صدقه جاریه صدقه موقت است. صدقه موقت چی است؟ صدقه که مثلا شما میرین به یک فقیر هم تو موقتی برش میتین و امور میگیره، یک دو تا نان میخوره، این موقت است، همون لحظه براتون ثواب داده میشه، جاریه نیست، دوامدار نیست. باز در مقابل صدقه جاریه گناه جاریه هست. گناه جاریه چی است؟ که یک کسی گناه موقت کرده، مثلا یک نفر شراب خورده، خب یعنی یک دفعه برش نوشته شد. یک کسی دیگه دکان شراب سازی جور کرده، یک کسی سینما جور کرده، یک کسی یک فیلم گناه جور کرده، یک کسی یک فکایی جور کرده، فیسبوک خود انداخت. امروز فکایی در فیسبوک خود انداخت، 1 میلیون نفری دروغ از زیرش شنید. این دیگه خودش مرد. فکاییش هم دوامدار تا روز قیامت. مثل سازنده خواننده میکنه، رقاصا رقص میکنه، 40 سال پیش مرده. عالم خواندنش هر روز خواندن میره، هر روز برای او بیچاره دیگه گناه چی میگه؟ جاریه میگه. سینما گناه جاریه هست، بیدینی گناه جاریه هست. یک کسی یک گناه را خودش اما تو چی میکنه؟ ایجاد میکنه. یک کسی سینما پامیل ساخته 50 سال پیش، خودش مرده حاله، اما در سینما هر روز گناه هست. هر روز 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر در سینما میره و در کلی از این نفر چی هست؟ گناه از این گناه جاریه میگن. بسیار محتاط باشین. هیچ وقت در فیسبوکتان گپ زشت، فکایی ناقی، در کتاب غلطی چیزا رو نوشته نکنین. چرا؟ خود نفر میمره لکن گناهش باز از این تا روز قیامت سرش میمونه. این گناه جاریه میگه. خب الله متعال میگه، خود بگه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو رهبر دولت اسلامی هستی، اولین سیاستمدار اسلام رسول الله صلی الله علیه و سلم است. شریعت اسلام و سیاست اسلامی را تطبیق میکنی. من اموالهم بگیر. از چی؟ از مالهای اغنیا صدقتا، زکات فرضی را بگیر. این زکات فرضی چی فایده میکنه؟ میگه ای تا تطهرهم، تا پاک کنی ایشان را از گناههایشان و تزکیهم و تزکیه کنی ایشان را. این کس میخواد که تزکیه شو و پاک شو از گناهات توسط چی میشه؟ توسط ادای حق الله میشه. و تزکیهم بها و تزکیه کنی ایشان را بها توسط اینمی و صلی علیهم و دعا کن برشان. صلات به معنای دعا هست. صلات وقتی که ما شما صلات میگیم اللهم صل علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، بر رسول الله دعا میکنیم و صلی علیهم و تو هم دعا بکو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. ان صلاتک، یقینا که دعای تو سکن لهم، آرامش است بر زمینا. والله سمیع علیم، والله متعال بسیار شنوا هست، علیم بسیار عالم است. علم یعلموا، آیا نمیدانن این مردم ان الله، یقینا که الله متعال هو او است که یقبل التوبه، قبول میکنه توبه را، عن عبادی، از بنده هاش، و یاخذ الصدقات. اصلا این حکم الله که وقتی که صدقه گرفته میشه، اصلا مثل که همین صدقه را شما برای الله داده باشین. از این خاطر میگه یک روز بی فاطمه زهرا 1 درهم میخواست برای یک فقیر زکات بده. همین ریگ آورده بود، همین درهم پاک میکرد که زنگایش از بین بره. گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت به خاطر از این من میکنم که وقتی من 1 روپیه را برای یک فقیر صدقه میتم، در حقیقت مثل که این 1 روپیه را من به دست الله متعال گذاشته باشم. الله میگیره ایره، قبول میکنه ایره. شما که به یک فقیر مسکین کمک میکنین، در حقیقت رضایت الله را حاصل کردین. فقیر سل نکنین،
به مدد که شما مثلا امر الله را اطاعت میکنین. اینال الله متعال میگه و یاخذ میگیرد الله متعال الصدقات، همین صدقه را در حقیقتا الله میگیره و قبولش میکنه از بنده های خود. و ان الله و یقین که الله متعال هو اوس التواب، بسیار پذیرنده توبه، الرحیم، بسیار مهربان. آل نتایج اعمال خوب چی هست که انسان اعمال خوب میکنه؟ این اعمال ما را که ما میکنیم کی میبینه ایره؟ میگه و قل اعملوا، و بگو برشانه رسول الله صلی الله علیه و که ای مسلمانا اعملوا، عمل نیک بکنین، فسیر الله عملکم، الله اعمال نیک شما را میبینه، و رسوله، و رسول الله صلی الله علیه و اعمال نیک شما را میبینه، و المؤمنون، و مؤمنان اعمال نیک شما را میبینه، و ستردون، شما باز برگشتانده میشوید الی عالم الغیب و الشهاده، به سوی او ذاتی که صفتش چی است که عالم الغیب و شهادت است، غیب میفهمم. از این خاطر چون الله عالم الغیب است، اما شما که میگیم یا الله، چرا میگیم یا الله؟ به خاطر از میگیم یا الله که الله عالم الغیب است، صدای مرا میشنوه. و برای این نفر در پیشری و ششم مرش میگیم یا صابر. به خاطر چی میگیم یا صابر؟ که این صدای مرا میشنوه. اینا اگر یک کسی میگه یا رسول الله، وال رسول الله صلی الله علیه و دفن از مدینه منوره قبرش است و در همون جای بزرگی که در جنت الله هست که ارواح نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است، در جایی که اونا رزق الله را میخورن، در اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و صدای من از این در اونجا میشنوه، عالم الغیب است؟ نه. از این خاطر یا محمد گفتن علما میگه به خاطر که عالم الغیب کی است؟ الله هست. فقط برای الله یا گفته میتونیم که یا الله، و برای کسی انسان که پیشروی چشته باشه. اما دیگه‌ای که نیستن حاضر بر از او یا گفتن نمیتونی. چرا؟ اگر این گپ میزنی و این نیت هستی که او علم غیب داره و صدای مرا میشنوه، باز اینجا شرک در چی میشه؟ در صفات الله میشه. آل الله متعال میگه و ستردون، سپس شما برگشتانده میشوید الی عالم الغیب، به او ذاتی که عالم غیب است، و شهادت عالم امور آشکار است، فینبئکم، باز خبر میدهد شما را بما کنتم تعملون، به آن چیزی که شما عمل میکردید. خب آل موضوع دیگه است که به چی است؟ به امر الله شما ما همیشه چی باشیم؟ امیدوار باشیم. و آخرون، و کسای دیگه هستن که مرجون، امیدوار هستن لامر الله، به امر الله که باش که الله چی حکم میکنه؟ اما یعذبهم، یا الله اونا را تعذیب میکنه، و اما یتوب علیهم، و یا که توبهشان را قبول میکنه. والله علیم حکیم، و الله متعال بسیار عالم با حکمت است. در غزوه تبوک وقتی که رسول الله صلی الله علیه و رفتن، مردم 4 طبقه شدن. یک طبقه از مسلمان ها سعی بودن که همراه رسول الله صلی الله علیه و در جهاد خارج شدن، مسلمان ها مؤمنین واقعی بودن. یک تعداد دیگه مسلمان هایی بودن که اونا مثلا چی کردن؟ منافقا بودن که عذر و بانه و ایگپا را جور کردن. این منافقا بودن، مؤمنین منافقین. قسم سوم مسلمان هایی بودن که خارج نشدن، باز آمدن خدا در دیوارهای در چیزا بسته کردن، آمدن اعتراف کردن که قبلا ما شما بودیم. چهارمی طایفش کسایی بودن که اونا وقتی که آمدن از پیششان سستی و تنبلی شد. در جمله از اینا چی بود؟ سه نفر از صحابه بودن. یکی کعب ابن مالک رضی الله عنه بود، یکی مراره ابن ربیع بود، یکی هلال ابن امیه. یا وقتی که پیش رسول الله صلی الله علیه و آمدن، کعب ابن مالک میگه من پیش رسول الله صلی الله علیه و آمدم، وقتی که گفت امر شد که حرکت بکنین، بگم من چون مالام داشتم و شتر موتور و همه چیزای ما آماده بود، گفتم برو خیر است. اینا که حرکت کردن، من باز صبح حرکت میکنم، چرا باز من از من خود تیز از امکاناتم زود گیرشان میکنم. میگم میشد صبحم در کدام کار مصرف شدم و دیگر روزام در کار مصرف شدم. میگه اینه میشد که از پیش من چی شد؟ از پیش من باز امی چیز ماند. بازی پسان حالا قصه از این قصهش باز می امی 3 نفر هستن، امی جدایی بارا می و آخرون و کسای دیگه بودن که مرجون و امیدوار بودن لامر الله، به امر الله که چی؟ اما یعذبهم، که آیا الله ما را تعذیب میکنه، و اما یتوب علیهم، که یا توبهشون الله قبول میکنه. والله علیم حکیم، و الله علیم و حکیم است. باز این قصه از این 3 نفر پسان میاد در آیات بعدی. حالا یک موضوع دیگه می که یک کسی ابو عامر راهب نام داشت. این ابو عامر راهب یک کسی بود که در زمان جاهلیت نصرانی شده بود. این بالاخره وقتی که رسول الله صلی الله علیه و در احد آمد، این بالاخره یک کافر بسیار خطرناک بود، مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و میکرد و در غزوه احد ای رفت امرای در بدر وقتی که کافرها شکست خوردن، ای رفت که مشرکین پیوست. همین ابو عامر که خدا راهب میگفت، بسیار خدا ملنگ میگرفت و خدا دیندار میگرفت، این ملنگ رفت که کافرها دست خدا یکی کرد و آمد به ضد رسول الله صلی الله علیه و در غزوه احد جنگ کرد. حتی میگه چقوری را کند همین راهب، همین ملنگ ابو عامر
کند که بازدمی چقوری پیشروی مسلمان ها کنده بود. میگه رسول الله صلی الله علیه و آله چقوری یکی از چقوری هایی که کنده بود 70 رسول الله صلی الله علیه و آله. میگه دندان رسول الله صلی الله علیه و آله هم اینی دندان پایانیش میگه یک دانش شکست و سر رسول الله صلی الله علیه و آله هم زخمی شد، روی رسول الله صلی الله علیه و آله هم زخمی شد به سبب از این منافق خبیث. باز میگه بعد از اینکه احد خلاص شد رسول الله صلی الله علیه و آله باز هم بر از قرآن خوان دعوتش کرد، قبول نکرد. باز میگه از اینکه فرار کرد رفت پیش هرقل پادشاه روم بود. باز گفت که ما کمک کنیم که ما به ضد مسلمان ها کار بکنیم. باز وقتی که پیش پادشاه روم رفت، باز از اونجا بر از این منافقایی که در مدینه بود یک خط روان کرد. بر از اینا گفت شما یک مرکز سیاسی جور کنین، ترصد بکنین که هر وقت باز ما حمله میکنیم باز شما از داخل مدینه چی کنین؟ حمله بکنین. گفت چه قسم یک مرکز جور کنیم؟ یک مسجد گفت جور کنین نزدیک مسجدی که رسول الله صلی الله علیه و آله نماز میخواندن. وقت رسول الله صلی الله علیه و آله مسجد قبا بود، گفت پیش نزدیک مسجد قبا باز اونجا یک مسجد جور کردن. این مسجد به خاطر چی جور کردن؟ گفتن در اون مسجد خب مسلمان ها هستن و صحابه هستن، به این ما و شما این مسجد به نام مسجد جور میکنیم و از داخل مسجد به ضد اسلام به تخریب اسلام کار میکنیم. این کار از این منافقا بود. این منافقا هم این کار کردن. رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که به غزوه تبوک میبرامد، این منافقا آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله که ای رسول الله صلی الله علیه و آله ما یک مسجد جور کردیم، ما راه ما از مسجد دور است دیگه، ما صاحب میخوایم که این مسجد باشه و ما میخوایم صاحب کمی چی هستن کسایی که ضعیف هستن دمیجا نماز بخوانن اونجا مسجد دیگه دور است و ترستر است. خب با این بهانه آمدن و رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن تو بیای رسول الله صلی الله علیه و آله همین مسجد تو افتتاح کو، اول نماز تو بخوان که مردم باز بگه که اینو در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز خواندن. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما شما گفتیم که عالم الغیب نبود و از دسایس از این منافقین نمیفهمید، لکن الله خبرشان میکرد. باز وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که من خال حرکت دارم طرف تبوک، پس که آمدیم باز ان شاء الله تصمیم میگیریم. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هنوز به مدینه نرسیده بود که درباره منافقین این آیات قرآن نازل شد و برشان گفت که این مسجد منافقین از درار است، برای مسجد درار. از این خاطر الله متعال برشان گفت که اینی منافقا هستن، از حالتشان خبر کرد ای رسول الله این مسجد برو برشان سرشان چپکو و اینمی چیز از اینا را در بتی برشان از بین ببر. کیا؟ منافقا در اینجا منافقت میکنن. والذین الله متعال میگه والذین و کسانی که اتخذوا گرفتن مسجدا درارا، یک مسجد را که ایره وسیله ساختن برای چی؟ برای درار یعنی ضرر رساندن، و کفرا و وسیله برای کفر خود، و تفریقا و وسیله برای تفرقه اندازی بین المؤمنین در بین مؤمنان، و ارصادا و وسیله برای چی؟ و ارصاد چی نمیگه؟ در ترصد بودن به خاطر مسلمان ها که چه وقت سر مسلمان ها حمله بکنیم، یعنی کمین شیشه بدن، اصلا کمین بر خود جور کردن. لمن برای کسانی که حارب الله می جنگند با الله و رسوله و با رسولش من قبل و قبل از این، ولا یحلفن و اینا حتما سوگند یاد میکنن، قسم میخورن که این ارادنا ما اراده نکردیم الا الحسنى، ما خو میخوایم که نیکی بکنیم، مسجد جور کردیم، میخوایم از اینجا عبادت الله را بکنیم. والله یشهد و الله متعال شهادت میدهد که انهم لکاذبون، اینا چی هستن؟ دروغگوی هستن. آل بر رسول الله صلی الله متعال چی میگن؟ لا تقم فیه ابدا، هرگز در مسجد از یا نماز نخوانی. متوجه هستین؟ هیچ وقت در افتتاح مسجد درار باید تو نری در اونجا که اینجا بری نماز بخوان. لا تقم، هیچ وقت نماز نخوان، فیه در این مسجدی که این منافقا جور کردن، ابدا به شکل ابدی هیچ وقت. لمسجد، مسجدی که مسجد حقیقی یا حتما مسجدی که اسس تأسیس شده باشه علی التقوا، به اساس تقوا. مسجد الله میگه دو قسم مسجد هست، یکی مسجدهای منافقین است، یکی مسجدهای متقین است. اساس مسجد تقوا بر چی است؟ که بیاین که مسجد جور کنیم، نماز 5 وقت بخوانیم، قرآن بخوانیم، سنت بخوانیم، 24 ساعت مسجد بر چی باشه؟ برای عبادت باشه. مسجدهای درار، مسجدهای منافقا کدام یکی است؟ که مسجد جور میکنیم که در این مسجد باز ما تمام روز خود گرم بکنیم، مجلس بگیریم، قصه خوانی بکنیم، ساتیری بکنیم، قرار که بیکار مانیم در این مسجد بشینیم، درس نمانیم، عقیده را نمانیم، به ضد مسلمانان تبلیغ بکنیم. اینی گپاست که بریم اونجا تمام روز جنجال و غال مغال و فلان. مسجدی که تقوا است کلگی تو نماز میخوانی. یک تابعی میگه من 40 سال نماز خواندم نفهمیدم پالی من کسی که است امی کی است، چون من غرق چی بودم؟ غرق نماز خود بودم، عبادت الله بودم. منافق چی است که 24 ساعت تو سال میکنه؟ چوری کرده که پایت کجا گرفتی، که دست کجا گرفتی؟ بابا تو نماز خود خوان یا تو مرا کمره مخفی استی؟ از خود کمره مخفی جور کرده.
اینا الله متعال میگه که این منافقا که هستن لا تقم فیه ابدا لمسجد، مسجد حقیقی که الله را راضی میشه از اون مسجد است که تاسیس شده باشه، اولا اساس گذاشته شده باشه علی التقوا، با تقوا که در این مسجد قرآن در زاده شود، سنت در زاده شود، درس دین شود، اولادای مسلمان ها علم یاد بگیرن، کمال یاد بگیرن، درس یاد بگیرن، در اینجا 5 عبادت ها شود، شریعت الله تطبیق شود، سنت رسول الله تطبیق شود، من اول یوم، از روز اول به این نیت این مسجد تاسیس شده باشه. این مسجد میگه احق و مستحق از ان تقوم فیه، که در او تو اقامه نماز بکنی. فیه رجال، در این مسجدی که مسجد قبا بود، میگه در اشخاصی هستن که یحبون، دوست دارن، ان تطهروا، که اینا پاک شون، والله الله متعال یحب المطهرین، کسایی را خوش داره الله متعال که اونا انسان های پاک هستند. افمن اسس بنیانه علی تقوا، الله متعال در بین از تو یک مقایسه میکنه، میگه افمن، پس آیا کسی که اسس، اساس گذاشتی کرده باشه بنیان خدا، اساس خدا، تهداب خدا بر چی؟ افمن، پس آیا کسی که اسس، تاسیس نموده باشه بنیانه، بنیان و اساس خدا، علی تقوا من الله، بر اساس تقوا از جانب الله، و رضوان، و به خاطر از این تاسیس کرده باشه، اساس زندگی خدا اساس گذاشته باشه که الله متعال از او راضی شوه، رضایت الله متعال، اینی قسم بنیانگذاری خیرون، بهتر از الله متعال میگه. امن، یا کسی که اساس گذاشته باشه اساس بنیانه، اساس بنیان خدا بر چی؟ علی شفا جرف هار، به کناره های گوداله های خرابه، فنهار به، پس نزدیک است که امو تعمیر از چی شود؟ چپه شود، فی نار جهنم، در آتش دوزخ. یعنی پایه و اساس از بسیار خراب است، به اساس منافقت و بیدینی اساس گذاری کردن. والله لا یهدی القوم الظالمین، الله متعال هیچ وقت هدایت نمیکنه مردمای ظالم را. لا یزال بنیانهم، همیشه، لا یزال لا منفی هست، یزالو هم منفی هست، منفی و منفی مساوی به چی میشه؟ مثبت میشه. این قاعده ریاضی که از قرآن گرفته شده. لا یزالو، لا به معنای نفی است، نیست. یزال و زائل شدن است، از بین رفتن است. این حال نفی را که جمع نفی کردی چی میشه؟ منفی و منفی چی میشه؟ مثبت میشه. این قاعده ریاضی قرآنی هست که شما یاد داشته باشین. ترجمهش قسم میشه لا یزال، برای همیشه. امی قسم می باشد چی؟ بنیانهم، امو اساسی که اونا او را گذاشته اند، الذی، او اساسی که بنو، اونا را اساس گذاری کردن، بنو بنا کردن، ریبتا فی قلوبهم، شک می باشد در چی؟ در قلبهایشان، الا مگر ان تقطع، این که قطع کرده شود، قلوبهم، قلبهایشان. یعنی تا وقتی که قلبهای از اینا تکه نشه، امی اساس بنیان از اینا، چون قلبهایشان به غلطی گذاشته شده، نمی قسم قلبشان منافقت از، گمراهی از، غلطی است. والله علیم حکیم، الله متعال میگه بسیار عالم است، از داخل قلبهای از اینا با خبر است، حکیم، بسیار است، با حکمت است. وقتی که یک حکمی را میکنه در مورد منافقان بر شما خبر میده، یا کدام حکم شرعی را بر شما بیان میکنه. خب آل مسلمان ها نفس هایشان چه قسم نفس مسلمان ها هست؟ الله متعال میگه او مسلمان مالک نفست و مالک مالت ما هست و مردوی از این مس پیش تو خریدیم. ان الله، یقین داشته باشین که الله متعال اشترا، خریده هست، من المؤمنین، از مؤمنان. چی را خریده؟ انفسهم، نفسایشان را خریده، و اموالهم، و مالهایشان را خریدن. در مقابل چی خریده الله متعال؟ بان لهم الجنه، به خاطر که در مقابل این نفسشان، در مقابل مال که برای الله مصرف میکنن، نفس خدا به خاطر دین الله فدا میکنن، باز مقابل از الله برای چی میته؟ جنت میته. این مسلمانای حقیقی چی صفت دارن؟ صفت اساسی مسلمانای حقیقی است که یقاتلون، جهاد قتالی میکنن، فی سبیل الله، در راه الله، فیقتلون و یقتلون، خودشان قتل میکنن دشمنای الله را، و یقتلون، و خودشان هم به قتل میرسن، شهید میشن. وعدا علیه، این میگه وعده است، وعده از بالای آن، حقا، میگه این تو وعده است که حتی بیان شده هست فی التورات، به حق بیان شده در تورات و الانجیل، در انجیل و القرآن، و در قرآن عظیم شان. و من اوفى بعهده، و
هر کسی که وفا میکنه به عهد الله و من اوفا و کی هست که بسیار وفادار باشه و وفا بکنه به عهدش من الله نسبت به الله. هیچ کس به وعده خود نسبت به الله زیاد وعده خود اما تو درست انجام دادن نمیتونه. الله وقتی که وعده کرد وعدش بسیار قوی می باشه. فاستبشروا، پس این مسلمان ها شما بشارت بگیرین یا خوشخبری بگیرین به بیعکم الذی بایعتم به، به او خرید و فروشی که شما کردین. شما یک تجارت امرای الله کردین، مالتان و نفستان برای الله تسلیم کردین، الله در مقابلش جنت خدا بر شما تسلیم میکنن. و ذلک هو الفوز العظیم، اینمی فوز بسیار بزرگ است.